ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام اپریل سال 2023 از بازداشت یک ساکن دوشنبه برای لطکوب فروشنده مغازه ایزیوم خبر داد. بنا به اطلاع میلیس پایتخت تاجیکستان، کارمندان مقامات مراجعت فیسبوکی یک مادر درباره از جانب جوان مورد لطکوب قرار گرفتن فرزندش را مورد آموزش قرار دادند. وابسته به این، ریاست کارهای داخلی دوشنبه رسما اطلاع داد که سانحه 24 اپریل سال جاری تقریبا ساعت 22:00 دقیقه شبانه در اساس خبر فوری کارمندان میلیسیا در حال به کوچه نصرت الله مقسوم نویه سینا نزد مغازه خوراکواری ایزیوم حاضر گردیده معاین کردند که از جانب 2 نفر جوان فروشنده مغازه مذکور شهروند شریفوف علی جان سال تولدش 1999 استقامت کننده شهر دوشنبه نویه شومنصور مورد لطکوب قرار گرفته است. بنا به اطلاع میلیسیا در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت اوباشی شهروند سلیموف سلیم جان سیکومیلوویچ سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر دوشنبه نویه فردوسی کوچه قاسمی 7 دستگیر کرده شد. ضمن سنجش پیشکی معاین کرده شده است که گمانبر شونده سلیموف سلیم جان همچون تقسیم کننده محصولات خوراکواری فعالیت نموده صاحب ملک مغازه ایزیوم از او مبلغ معین قرضدار می باشد. نام برده با مقصد بازپس گرفتن مبلغ خود به مغازه ایزیوم رفته است، اما فروشنده مغازه شریفوف علی جان با او دغلانه مناسبت نموده است و در نتیجه همدیگر را دشنامه قبع دادند. چنان از نوار کامراهای نظارتی جای حادثه برمی آید گمانبر شونده سلیموف سلیم جان با همراه هم مسلکش با جبر دیده مناقشه نموده او را با مشت لطکوب نمودند. در نتیجه جبر دیده شریفوف علی جان به سلامتی ضررات جسمانی برداشته عین زمان در بیمارخانه بستری کرده شده است. وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان میلیسیا مواد ضروری ترتیب داده شده با مقصد آغاز نمودن پرونده جنایتی با اتهام اوباشی طبق طلبات ماده 237 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. همزمان از جانب مقامات میلیسیا جستجوی گمانبر شونده دوم ادامه دارد.